13 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه راننده автомашин تمغه کیا حکیموف نوروز سال 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از کوچه قربانف پایتخت شهزاد جمشید سال 2020 ساکن شهر دوشنبه رو پخش نموده است. در نتیجه خردسال جراحت وزنه جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 13 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه راننده автомашин تمغه دیو تورابویف جمعبای سال 1998 ساکن نوئسپیتامین هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر استرافشان در کیلومتر 251 شورای دوشنبه چنو خوجند در حدود دهه دشتکان جماعت دیوت یختن نویه دیوشتیج هنگام به سبقت برآمدن از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به автомашин تمغه اوپل استرا تحت دوره بایمرودوف قاسم سال 1982 ساکن نویه دیوشتیج برخورد است. در نتیجه راننده автомашин تمغه دیو تورابویف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 13 ایول سال 2024 تخمین ساعت 12:00 دقیقه راننده автомашин تمغه شاکمن زاکروف عبدالصمد سال 1994 ساکن نویه رشت هنگام حرکت از طرف نویه درواز به سمت نویه شمس‌الدین شوین در موضع یخشوپین از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده از بلندی 45 متر سرازیر شده به درای 5 افتیده است. در نتیجه автомашин و راننده بینام و نشان گردیدند. برای دریافت راننده و автомашин چاره‌بینی‌های جستجویی راه‌اندازی کردند. اویل بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 24 ساله ساکن شهر بوستون با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 3 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 03:00 دقیقه هنگام در محله 34 شهر خوجند قرار داشتنش بنا به میان آمدن مناسبت آشتیناپذیری با جوانزن 25 ساله ساکن شهر خوجند بحث و مناقشه نموده با کارد یک مرتبه به قسمت شکمش داده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم 1 ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند کارمند شرکت زوال تجارت نویه ظفرآباد با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده از 23 ایون تا 11 ایول سال 2024 در جای کارش با مقصد دزدی و به دست آوردن فایده مفت توسط یک چند عدد автомашин های بارکش در 6 دوره از انبار کارخانه مذکور به مقدار زیاده از 24 تن محصولات خوراکی چوروای نوی کنجوره را تصرف نموده است. ضرر رسانده شده 150,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم 3 ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.